چهره داستان رسلانوف، بازیکنی که در 7 بازی 20 گساله را خط کرده و در صدر جدول گلزنان قرار میگیره. داستان رسلانوف قرقیزستانی. شما هنرنمایی داستان رسلانوف را در تصویر میبینید. چه بازیکنی است. انشالله که پهلوانان داخلی کشور از هنرنمایی و تجربه این چابک سوار قرقیزستانی استفاده کرده باشه. داستانی که در ترکیب تیم بزکشی یما پترول مؤثر واقع شد و این تیم را پس از قهرمانی در رقابت‌های لیگ ملی بزکشی افغانستان و قهرمانی در کمال نبیزاده تورنمنت بزکشی مزار شریف با حمایت درجه دوم فیصل خراسانی میرسانه. عملکرد خیره کننده داستان رسلانوف. بریم به سمت بهترین بازیکنان این دور از رقابت ها، کسانی که بیشترین امتیاز را برای تیمشان کسب کرده. در تیم بزکشی یما پترول پهلوان داستان با انجام 7 بازی و 20 امتیاز در صدر. خوانتای به نمایندگی از تیم بزکشی یما پترول با انجام 7 بازی 13 امتیاز دوم. بعد البته غلام خدایی از تیم بزکشی بدخشان با 10 امتیاز از 6 بازی سوم و همچنان به ترتیبش.